علی مرد شمشیر بود. علی شمشیر اسلام بود. علی ماشین قتل کننده بود. این که در غدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم علی هم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود، سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلاه رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید. جنگ های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با خوارج داره، همش جنگید و این ماشین آدم کشی بود، تا بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد. و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا منو زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار، اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم داری؟ اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صورت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه 400 تا داشت. بهشت تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذاهایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چش و گوشتون رو وا کنید، تاریخ رو بخونید، اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم، چه برسه فرقه های دیگه. حالا فرقه های دیگه رو امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه، حسین برادر دومی رو. یزید گفت این پول چیه هر ماه بدم؟ اگه پول امام حسن به امام حسین هم میدادن دنبال هیچی نبود. گفت میگیرمش میارمش اینجا و اینجا به بندش میکشم، میگم باید با من بیعت کنی. یه در جمع کرد، گفت بیایید نامه بنویسید به امام حسین، به حسین ابن علی. امامم نمیگفتن، اسمش حسین ابن علی بود. سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گفت به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیای به کوفه ما با تو بیعت میکنیم، تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری بجنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا آدم فقیری نبودن، خیلی بعضیشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود. یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا رو هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید. اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد، گل خورد. برای اینکه به اینام اطمینان نداشت پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسه. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورا که الان تو تهران هم هستن دنبالش راه افتادن.